یو سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سورنا هستم، به چنل 23X خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یه نقد و بررسی کوچیکی و البته یه تجربه شخصی خودم رو بازی فور هانر اثر یوبیسافت با هم دیگه داشته باشیم. بازی که برای پلتفرم‌های مختلفی مثل ایکس باکس، پلی استیشن و همچنین پی سی منتشر شده و طی چند سال گذشته طرفدار خاص خودش رو داشته. این اولین بازی از این سبک بازی است که من خودم انجام میدم. من شوتر پلیر بودم بیشتر از قدیم و جالب داره که بگم یوبیسافت بازیایی مثل اساسینز کرید، فار کرای و خیلی بازی دیگه عالی تو کارنامه خودش داره. پس بدون معطلی وقتی سابسکرایبمون کردی بزن بریم طی بررسی کوچیکی روی صفحه کنسول با هم دیگه داشته باشیم. خب طراحی کار دوستان همونجور که می‌بینید یه کار خیلی کلاسیکیه و صفحه منو و لودینگ و اینا کلا اذیت کن نیست که بخوایم DNS بزنیم. حالا من بیشتر برای کنسول توضیح میدم و برای بچهای پی سی هم تقریبا همونه دیگه. و در کل کار خیلی جالبیه، من خوشم اومد و یه چند تا قسمت داره اینجا که اول یه اکانت یوبیسافت باید بسازین، وارد برنامه بشین و محیط منو، آپشن‌های بازی و چیزای دیگه هست. یه قسمتی داره هیرو. ببین کلا چند تا فکشن این بازی برای قرون وسطای بازی قدیمی هست و میتونی اینجوری حساب کنی که از زمان شوالیه ها، زمان سامورایی ها، نمیدونم وایکینگ ها و همه اینا رو در خودش جا داره. چند تا فکشن مختلف، چند تا فیکشن مختلف داره داخل بازی که البته شما یه فیکشن انتخاب کنید، مثلا سامورایی، دلیل بر این نمیشه که نتونید از کاراکتر هیروهای دیگه استفاده کنید. فقط اول هر مچ تعیین میکنید که هر کدومشون هیروهای مختلف دارن، کاستومایز میشن. ارزم به خدمتتون میتونید لباس، اسلحه‌شون رو به جوری که دوست دارید مقالب دلخواه تغییر بدین و این ذره محیط منو بازی رو با هم دیگه ببینیم. چیزی لازم باشه بهتون بگم و با هم دیگه بریم داخل گیم پلی بازی. دوستان گیم پلی بازی خیلی تو سبک اساسینز یا مثلا میشه گفت گوست اف توشیما و همونجوری جنگی اون حالات اکشن خودش رو حفظ کرده. خیلی سخته واقعا، بازی هاردیه به خاطر اینکه جهتگیریتون همه با جهت شوک پلی استیشن. حالا با اونایی شما که با کیبورد بازی میکنین هم دکمه خاص خودش رو داره. منظورم اینه که اکثر انگشتاتون با هم دیگه باید فعال باشه و یه ذره باید لولتون بالا بره یا به اصطلاح خودتون رو ایمپروو کنید تا بتونید با توی ورد کلاس با این پلیرهای قدیمی، چون پلیر قدیمی هم زیاد داره، بتونید باشون رقابت داشته باشین. ولی بازیه که واقعا به یاد گرفتنش میارزه و خیلی لذت بخشه. هر فیکشن هیروهای مختلف داره، هر هیرویی با یه سری چیزا مبارزه میکنه. مثلا وایکینگ ها اکثرا هیروهاشون با تبر و نیزه و اینا میجنگن، سامورایی ها بیشتر با شمشیر و اینا و شوالیه ها که هم چیزای زره‌ای داره. بعد یه سری هیروها سنگینن، یه سری سباکن، یه سری اساسینن، یه سری فقط برای کشتن استفاده میشه، یه سری ایزیان، یه سری هاردن و درجه سختی هم داره یاد گرفتن هیروهاشون. و شما هر کدوم رو بخواید بر اساس سلیقتون یا مهارتتون تو یادگیریش، حالا یکی سریع دوست داره دمله انجام بده، یکی دوست داره مهارت‌های سنگین بزنه تو بازی، ولی در کل میتونید که هیرو مورد علاقه خودتون رو خیلی راحت پیدا کنید. بریم برای گیم پلی بازی. همونطور که میبینید محیط خیلی قشنگی داره، مپ‌های جالبی داره که خستتون نمیکنه. چند مود داره بچه‌ها. اولش که میتونید اصلا با بات تمرین کنید، مود 1v1 دوئل داره، 2v2 داره، یا میتونید حتی با دوستاتون با اکانت یوبیسافت دوستاتون رو اد کنید و مودای 4 نفره بازی کنید. توی سری مودای این سیاه لشکرا هم هستن مثل مینیون میمونن و کلا موداش اینجوریه که یا 4 تا پلیر توی یه مپ، 4 تا پلیر اونور و مثلا دومینیون داره، همون دومینیشن خودمونه که هر کی مثلا به 1000 تا پوینت برسه برنده است، یا مپای الیمینیشن داره که باید اون تیم مقابل حذف کنه تا برنده بشن. در کل خیلی بازی قشنگی، هم از نظر بصری هم از نظر گیم پلی و گرافیک و هر چیزی حساب کنید. من که ایدئالمه تا اینجای کار. خاص بودن و شخصی سازیشه که یه ذره حس خوبی به آدم میده، مخصوصا روی هر هیرو که میتونید حتی فینیشرتون هم خودتون تعیین کنید. البته باید پول جمع کنید، یه کرنسی هست اول بازی، هم میتونید بخرید هم میتونید با بازی کردن پول جمع کنید و روی اون بتونید سرمایه گذاری کنید و کاستومایزیشن یعنی شخصی سازی بهتری برای خودتون داشته باشید. یه ذره با هم دیگه گیم پلی داشته باشیم. به به سخته ولی یاد بگیری قلق داره. هر هیروی قلق خودشو داره. بعد کامبو داره، اینم یاد رفت بهتون بگم. این تیکن که چجوریه، چند تا دکمه رو با هم بزنید، تیکن بود یا مورتال کامبت، آره چند تا دکمه رو با هم بزنید یه حرکاتی انجام میدین. هم کامبوهای هر هیرو رو باید یاد بگیریم و خیلی تاثیر داره تو اچ پی دادن حریف. آره واقعا بی‌نظیره. بازیه که باش بشینی لذت میبری. دوستای عزیزم، این از ویدیو قسمت اول معرفی فور هانر. اگه دوست داشتی برام لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما کامنت بذارین، نظر بهم بدین که چه بازی رو معرفی و تجربه شخصی ازش بریم.
23X رو به دوستاتون معرفی کنین. به زودی با ویدیوهای بیشتر در خدمتتون هستیم. Love you guys. 23X plays.